الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما هستیم از یکی دیگر از برنامه‌های روحانی قرآن عظیم الشأن. امید است در هر جایی که هستید در پناه حضرت ایزد متعال سبحانه و تعالی قرار داشته باشید. الله سبحانه و تعالی زندگی و مرگ من و شما را با قرآن بگرداند و ما را همیشه با قرآن زنده داشته باشد. بینندگان عزیز و گرامی، یگانه راه نجات بشریت از تمام مشکلات و فتنه های روزگار روی آوردن به قرآن کریم هست. به این که ما قرآن کریم را اولا یاد بگیریم و مفاهیم و معانی قرآن را بدانیم و از همه مهمتر قرآن را در زندگی خود پیاده بکنیم. مادامی که دست ما قرآنی شد، زبان ما قرآنی شد، چشم ما قرآنی شد، وجود ما قرآنی شد، ان شاء الله جامعه ما هم قرآنی خواهد شد. چون از اصلاح من و شماست که جامعه اصلاح می شود، چون جامعه متشکل از من و شماست. پس بیاین با هم دیگر به ریسمان پروردگار متعال سبحانه و تعالی که همان قرآن کریم است چنگ بزنیم و قرآن را در زندگی خود پیاده بکنیم تا از فتنه های روزگار و از مشکلاتی که در سر راه تک تک از من و شما وجود دارد ان شاء الله خالی بشویم و مشکلات از ما دور گردد. بینندگان عزیز و گرامی، برنامه روحانی قرآن عظیم الشأن هست که در تلاش این است که قرآن کریم را هر مسلمان یاد داشته باشد. در تلاش این است که قرآن در قلب هر مسلمان جای بگیرد، زبان هر مسلمان با قرآن تر و تازه شود و الله سبحانه و تعالی برای ما توفیق بدهد که این گونه باشیم، با قرآن سر و کار داشته باشیم و ان شاء الله که این برنامه جرقه‌ای باشد در زندگی ما برای اینکه ما بتوانیم در آینده زندگی قرآنی را برای خودمان برپا کنیم. اجازه بدین که قبل از اینکه به مسائل دیگری مثل تلاوت آیاتی از کلام الله مجید بپردازیم، اجازه بدین که مثل برنامه‌های گذشته درسی از تجوید را به خدمت شما ارائه کنیم. چنانچه شما مستحضر هستید در برنامه‌های متوالی ما پیرامون مخارج حروف صحبت کردیم و صحبت‌های پیرامون مخارج حروف داشتیم. مخارجی که ارتباط می‌گرفت به حلق، حروفی که ارتباط می‌گرفت به حلق، آنها را تشریح نمودیم. مخارجی که ارتباط می‌گرفت به زبان، آنها را تشریح کردیم، چی در اخیر زبان، چی در اول زبان، چی در کناره زبان، چی در سر زبان. هر کدام اینها به صورت تفصیل تشریح دادیم. حالا رسیدیم به 4 حرف از حروف عربی که 4 حرف اخیر هست که ان شاء الله در این برنامه مخارج حروف را با هم دیگر تمام خواهیم کرد. ارتباط میگیرد به لبها، مخارجی که یا حروفی که ارتباط میگیرد به مخرج لب که این حروف از لب ادا می شود و هر کدام از اینها، از این 4 حرف که حرف با هست، حرف میم هست و حرف واو هست و حرف فا، این 4 حرف هر کدام از اینها از خود مخارج جایگاه خاصی دارد، یا 2 تا از اینها از یک جا و 2 تا دیگر از جاهای دیگر از لب ادا می شود که آنها را به شرح تصویر ان شاء الله برای شما تشریح خواهیم کرد. از اتاق فرمان میخوام که تصویر را برای بینندگان عزیز نشان بدن. بله، جزاکم الله خیر. از حرف با هم دیگر شروع میکنیم. چنانچه شما در این تصویر میبینید این قسمت لبها هست. با به گونه ادا می شود که این 2 لب با هم دیگر منطبق می شود، با هم دیگر می چسبد. این 2 لب وقتی که با هم چسبید حرف با ادا می شود و ما در فارسی و در عربی در این مورد یعنی مشکل نداریم، چون عربی و فارسی با یک قسم ادا می شود، قسم جداگانه ای ندارد. مثلا اگر خواسته باشیم ما مخرجش را درست بدانیم، حرف با را ساکن می کنیم. مثلا میگین
اب اب اب. خودتان میتونین پیش خود تمرین بکنین و بعد متوجه خواهید شد که دو لب به هم میچسبه. مثل که در این تصویر شما میبینید دو لب با هم چسبیده و با ادا شده. حرف دیگر حرف میم هست. تفاوتی که در حرف با و حرف میم هست اینه که شما اگر در این تصویر توجه بکنید این قسمت خیشوم در حرف با هیچ نوع تداخل ندارد، دخلی به خیشوم ندارد. این قسمت را خیشوم میگن، همین قسمتی که صدایی که از بینی از اینجا خارج می شود. در با هیچ دخل خیشوم ندارد، کاملا پر است و صدا از اینجا خارج نمی شود. اب اب اب، صدا از بینی خارج نمی شود. اما در حرف میم اینجا توجه بکنین، حرف میم هم دو لب به هم می چسبه، اما با تفاوت این که صدا از خیشوم بیرون میشه، از اینجا از بینی خارج میشه. مثلا بگین ام ام ام، صدا از خیشوم بیرون میشه، با تفاوتی که در اب 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 صدا از خیشوم بیرون نمیشه، اما در اینجا صدا از بینی، این قسمت میبینین که سفید گذاشته و خالی هست، یعنی این که صدا از اینجا خارج میشه. مثلا میگین ام ام ام. و به همین ترتیب میم را شما با گونه های دیگر که خواسته باشیم ادا بکنین در واقع همین گونه هست. و اینجا هم حرف میم هم مثل حرف با ادا میشه، لبها به هم میچسبه، با تفاوت این که صدا از خیشوم خارج میشه. و وقتی که شما غنه هم میکنیم در واقع صدا از خیشوم بیرون میشه. و میم هرگاهی که مشدد باشه، میم هرگاهی که تشدید داشته باشه، مشدد باشه، صدا از خیشوم یعنی از اینجا خارج میشه. این از حرف با و حرف میم که لبها به هم میچسبه و خارج میشه. یکی صدا از خیشوم بیرون میشه که حرف میم هست و حرف با صدا از خیشوم خارج نمیشه. این حرف واو هست. واو هم حقیقتا از لبها ادا میشه، اما لبها به هم نمیچسبه. شما در اینجا توجه بکنین، این حرف حقیقتا حرف واو مشکلیه که در میان فارسی زبانهای ما وجود داره. و این حرف واو بعضی ها که ادا میکنن به شکل فارسی ادا میکنن، چون در فارسی حرف واو مخرجش فرق میکنه با حرفی که در عربی، واوی که در عربی ادا میشه. مثلا وقتی ما خواسته باشیم در فارسی ادا بکنیم میگین او، تقریبا شبیه فا هست، شبیه فا ادا میکنیم، یعنی دندانهای بالا به لب میچسبه. و واو ادا میشه، یعنی قسمت در فارسی دندانهای بالا، دندانهای ثنایای بالا با قسمت تری لبها در قسمت بطن لبها یا قسمت تری لبها برخورد میکنه و حرف واو ادا میشه. اما در عربی لبها غنچه میشه. شما اینجا را در تصویر متوجه باشین. من از آقا احمد عزیز میخوام که این قسمتی که هست این قسمت را زوم بکنن که کمی بیشتر بینندگان عزیز و گرامی متوجه بشن. این قسمت اگر لطف کنن که زوم بکنن، بله جزاکم الله خیر. این قسمت ببینین لبها غنچه شده و حرف واو در عربی به همین شکل ادا میشه، لبها غنچه میشه، یعنی لبها خودش را جمع میکنه، هر دو لب خودش را جمع میکنه، به این قسم غنچه میشه و به این قسم ادا میشه، به این قسم واو ادا میشه. مثلا خواسته باشیم بگین او، لبها غنچه میشه، لبها خودش را هر دو لب جمع میکنه. اما در فارسی خواسته باشین او میگوین، اما در عربی میگین او، لبها غنچه میکنیم و به همین ترتیب ادا میشه. این یکی از حروفیه که در واقع در میان فارسی و عربی تفاوت داره و نیاز هست که
برادران و خواهران فارسی زبان ما متوجه این نکته باشند که حرف واو در عربی و فارسی با هم دیگر متفاوته و فرق میکنه. ما میبینین بعضی از برادران و خواهران ما که تماس میگیرن به شکل فارسی واو را تلفظ میکنن. این نکته را توجه داشته باشین که واو را باید به شکل عربی تلفظ بکنیم وقتی تلاوت قرآن میکنیم، نه اینکه فکر بکنیم ما زبان فارسی صحبت میکنیم. زبان فارسی آزاد هستین به هر ترتیبی که دلتان میخواهد، اما وقتی قرآن تلاوت میکنین باید با لهجه عربی و با زبان عربی تلاوت بکنیم. حرف بعدی حرف فا هست. حرف فا هست. در این تصویر توجه بکنین. حرف فا این بسیار آسان هست و فکر نمی کنم که در فارسی و در عربی با هم دیگر متفاوت باشه. این قسمت دندانهای بالا، این دندانهای بالا، سر دندانهای بالا به این قسمت تری لبهای پایین برخورد میکنه و فا. ما در حقیقت در لبها دو قسمت داریم، یک قسمت خشکی لبها هست، یک قسمت تری لبها هست. قسمت جلوی لبها این قسمت را به این میگویند خشکی لبها، اما این قسمت که در واقع شکم لبهای پایین هست یا لبهای بالا، این قسمت به این قسمت تری لبها میگن و این دندانهای بالا، سر دندانهای بالا برخورد میکنه با این قسمت تری لبهای پایین و حرف فا ادا میشه. فا. مثلا خواسته باشیم بگین اف یا به همین ترتیب آیات دیگری که در قرآن آیاتی که هست شما میتونین به همین ترتیب ادا بکنید و این از حرف فا هست. حرف فا هست که این چهار حرف حقیقتا حرف با، حرف میم و حرف واو که گفتیم حرف واو را بیشتر تاکید کردیم که بینندگان عزیز متوجه باشند و حرف فا، این چهار حرف از حروفی هستند که اینها از لبها ادا میشن و با این قسم ما توانستیم الحمدلله مخارج حروف را تمام بکنیم امروز و ان شاء الله از درس آینده اگر الله سبحانه و تعالی به ما توفیق داد و زنده بودیم ان شاء الله که با هم دیگر صفات حروف را با هم دیگر شروع میکنیم. چون در تجوید در اوایل برنامه ها هم گفتیم که مهمترین چیز در تجوید حقیقتا مخارج حروف و صفات حروف هست. اینها را که دانستین دیگه چیزها ان شاء الله آسان هست و اونها به ترتیب ان شاء الله پیش میره و خیلی آسان و کدام مشکلی هم نیست، اگرچه اینها هم آسان نیاز به توجه و دقت داره که شما در میان زبان فارسی و میان زبان عربی تفاوتی را قائل بشین. و این از مخارج حروف. امید است که انشاءالله بینندگان عزیز و گرامی استفاده کرده باشند و انشاءالله من مطمئن هستم که حتما استفاده کردن. اجازه بدین که با هم دیگر برین از اتاق فرمان وقفه را ببینیم و در این وقفه یک کلیپ کوتاه و ویدیو کوتاهی از عزیزانی که تلاوت‌های را برای ما فرستادند و شکوفه‌های و گل‌های خوشبویی که تلاوت‌های آنها برای ما فرستاده شده، چهره‌های نازنین و مهربان و خوش اینها را ببینیم و صدای گرم اینها را با هم دیگر بشنویم و بعدا ان شاء الله درس آیاتی از کلام الله مجید را به خدمت شما ارائه خواهم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین آمین. الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما
رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. سلام، من مهدی هستم، 10 ساله از تهران و میخواهم سوره مبارک عبس را برای شما تلاوت کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحیم. من علی اکبر هستم، 6 ساله از زایدان. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. خدا، من محبوبی هستم، 7 ساله از زاهدان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظیم. الحمدلله رب العالمين. أخواني رسيني مواهب يقنع بالكلام الثاني يقول يوضع التجربة سؤال توجيه عن طرفه أيها الجيال أرزال أجيب. الرحمن الرحيم. قل الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. باز هم در خدمت شما هستیم از ادامه برنامه روحانی قرآن عظیم الشأن و تشکری میکنم از عزیزانی که این ویدیوها را فرستادن و ماشاءالله این گلهای زیبای قرآنی را با هم دیگر دیدیم و صداهای گرمشان را شنیدیم. الله سبحانه و تعالی در عمر و در تمام مال و زندگی آنها برکت عنایت بکنه. اجازه بدین که با هم دیگر درسی از کلام الله مجید از قرآن عظیم الشأن را با هم دیگر بخوانیم. بینندگان عزیز و گرامی، درس امروز ما از آیات 220 تا 224 سوره مبارکه بقره می باشد که با هم دیگر تلاوت می کنیم و این آیات را انشاءالله با هم دیگر تکرار خواهیم کرد. از آیات 220 شروع می کنیم انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فی الدنیا فا با دال یک جا میشه و وصل میشه. فی الدنیا والآخرات راتی اینجا را پر میشه. قلا هم به معنی اینکه اینجا وقف کنید بهتره بخوانید. فی الدنیا والآخره. اگر هم وصل کردین جایزه. و یسألونک و امروز خواندیم واو را که از کجا ادا میشه، لبها گفتیم با هم جمع میشه و ادا میشه. و یسألونک اینجا هم واو هست، متوجه باشید. و یسألونک عن الیتاما صلا هم به معنی اینکه اینجا وصل کنید بهتره. قل اصلاح اینجا ها منون تنوین داره، بعد از تنوین اینجا لام آمده و لام از حروف یرملونه. اینجا چکار میکنیم؟ ادغام میکنیم. اصلاح لهم خیر اینجا هم را پر میشه و در ضمنی که را پر میشه صلا به معنی اینجا که یعنی وصل کردن بهتره. وقتی وصل بکنین این تنوین بعد از واو آمده و واو از حروف یرملونه، بنابراین ادغام میکنیم. خیر و این بعد از نون ساکن تا آمده تا از حروف اخفا میکنیم. و این تخالطوهم فإخوانكم جیم هم علامت وقف جایزه، میتونین اینجا وقف بکنین و میتونین وصل بکنین. والله لام جلاله در اینجا پر میشه. والله یعلم المفسد من المصلح جیم علامت وقف و جایزه، میتونین وقف بکنین میتونین وصل بکنین. در صورتی که وقف بکنین میگین من المصلح و در صورتی که وقف کنین من المصلح میگین. حالا حرکتش رو میاندازین و اگر خواسته باشیم که وصل بکنین میگین من المصلح ولو شاء الله مد متصل هست
4 الی 6 حرکت آن را طولانی میکنیم. ولو شاء الله الله لام جلاله پر میکنیم. لأعنتكم 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 لأعنتكم. جیم هم علامت وقف جایزه، میتونین در اینجا وقف کنین و میتونین وصل کنین. ان الله ان الله، اینجا نون مشدده غنه میشه، لام هم اینجا پر میشه. ان الله عزیز عزیز زن زن، اینجا تنوین اظهار میشه چرا که بعدش ها آمده و ها از حروف اظهار هست. عزیز حکیم حکیم. این از آیت 220. میرویم به سراغ آیت 221. ولا تنكحوا المشركات ولا نون ساکن بعدش کاف آمده، کاف از حروف اخفا هست، اینجا اخفا میکنیم. ولا تنكحوا المشركات، را در اینجا باریک میشه، باریک خوانده میشه. ریکاتی نمیگن ریکاتی، ریکات اشتباهه، ریکاتی. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن يؤمن. اینجا همزه از اخیر حلق ادا میشه. یو نمیگین یو 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 من یؤمن. جیم علامت وقف جایزه، میتونین در اینجا وقف کنین و میتونین وصل بکنین. در صورت وقف کنین میگین حتی یؤمن، وقتی خواسته باشین وصل بکنین میگین حتی یؤمن ولا اماتون ولا اماتون ولا اماتون ولا اماتون. اینجا تنوین هست، بعدش میم آمده، میم از حروف ادغام هست، از حروف یرملون ادغام میکنیم، میگین ولا اماتون مؤمناتون مؤمناتون ولا امة مؤمنة. اینجا تنوین بعدش خا آمده و خا از حروف اظهار میکنیم. این تنوین را میگین مؤمنتون تون اخفا کاملا اظهار میکنیم. خیر من مشرکت خیر، اینجا ادغام میشه چرا که بعد از تنوین میم آمده، میم از حروف ادغامه. خیر میم بعد از نون ساکن باز اینجا میم آمده، اینجا هم ادغام میکنیم. میم مشرکتین ریکتین نمیگین ریکتین ریکتین ری رای که هست در اینجا باریک میشه. میم مشرکتین، اینجا بعد از تنوین واو آمده و واو از حروف ادغامه، ادغام میکنیم میگین میم مشرکت ولو أعجبتكم ولو أعجبتكم 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 أعجبتكم. قلا هم به معنی این که اینجا وقف کنید بهتره، یعنی وقف اولا هست، وقف بهتره.
ولا تنكحوا المشركين ولا بعد از نون ساکن کاف آمده، اینجا اخفا میکنیم نون ساکن را. ولا تنكحوا المشركين ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا یؤمنوا. اینجا جیم علامت وقف جایزه، میتونین اینجا وقف کنین بگین حتی یؤمنوا استاد شد، و میتونین وصل کنین بگین حتی یؤمنوا ولا عبد مؤمن. اینجا با عب این با در اینجا قلقله میشه، یعنی او تکان میدین. ولا عب نمیگین عب، خلاص بگذارین. ولا عبد مؤمن. اینجا بعد از تنوین هم میم آمده، در اینجا غنه میشه و تنوین ادغام میشه. دم ولا عبد مؤمن. تنوین در اینجا اظهار میشه، چرا که بعدش خا آمده، خا از حروف اظهاره. مؤمن خیر من مشرک. میم بعد از تنوین، بعد از نون ساکن میم آمده، میم از حروف یرملونه، اینجا ما ادغام میکنیم. میم مشرکین، کاف اینجا تنوین داره، منونه. بعد از تنوین واو آمده، واو از حروف ادغام هست، ادغام میکنیم، میگین میم مشرک ولو اعجبکم ولو اعجبکم. قیلا هم به معنای اینجا به معنای این است که اینجا وقف بشه بهتره. ولو اعجبکم اولئک اینجا مد متصل هست، مد متصل هست و اینجا مد متصل صورت میگیره و به این معنا که یعنی اندازه 4 الی 6 حرف یا حرکت آن رو طولانی میکنیم. اولئک یدعون. اینجا دال در اینجا قلقله میشه، تکان میدین حرف دال را. یدعون الى النار. صلاح هم به معنی این است که اینجا اگر وصل بشه بهتره. والله یدعو والله لام جلاله پر میشه. یدعو اینجا دال هم قلقله میشه. یدعو وقتی که ما اینها را با هم بخوانیم اینجا مد منفصل هست، به اندازه 3 حرکت یا 3 الف آن را طولانی میکنیم. یدعو الى الجنة. نون در اینجا غنه میشه. جنت والمغفرة. را در اینجا پر میشه.
بإذنه بإذنه بإذنه. اینجا صلا به معنای این که اینجا وصل کنید بهتره. بخوانید بإذنه و یبین آیاته و یبین آیاته. هی نمیگن he. اگر این یای کوچک اینجا نمی بود میگفتین he، ولی وقتی چون یای کوچک هست میگن هی. he تا هی فرق میکنه. آیاته هی للناس للناس. اینجا نون مشدد غن نمیشه. للناس لعلهم يتذكرون يتذكرون. میاییم به سراغ آیت 222 سوره مبارکه بقره. ويسألونك عن المحيض ض نمیگین دی که بگین دال ادا میشه. ضاد تا دال با هم دیگر فرق میکنه. عن المحيض ض. و بعضی ها اشتباه دیگری که دارن فکر میکنن که دال را پر میکنن، فکر میکنن که داد ادا میشه. مثلا میگه عن المحيض ض عن المحيض ض با هم دیگر د تا ض فرق میکنه. عن المحيض. ما در درس گذشته در داد به صورت گسترده و مستقل صحبت کردیم. صلا هم به معنای این که اینجا وصل کنید بهتره. یعنی بخوانید و یسألونک عن المحيض قل هو اذن قل هو اذن. اینجا بعد از تنوین فا آمده. فا از حروف اخفا هست. اینجا اخفا میکنیم. قل هو اذن فاعتزلوا النساء فاعتزلوا النساء. اینجا نون مشدده. اینجا اولا نون مشدده غن نمی کنیم. اینجا هم مد متصل هست. النساء في المحيض فاعتزلوا النساء في المحيض ولا ولا تق قاف در اینجا قلقله میشه. ولا تقربوهن هن را در اینجا پر میشه. ولا تقربوهن نون مشدد غن نمیشه. ولا تقربوهن حتى يطهرن حتى يطهرن را در اینجا پر میشه. چرا؟ چون خودش ساکنه، ما قبلش پیش داره، این ها پیش داره، ما قبلش هست، بنابراین پر میشه. یطهرن. صلا هم به معنی اینکه اینجا وصل کنید بهتره. فاذا تطهرن اینجا را باز هم پر میشه. تطهرن اینجا تا فرق میکنه. تا از حروف استعلا نیست، ولی تا از حروف استعلا هست، باید تفاوت داره با هم دیگر.
طهرن طهرن فأتوهن فأتوهن فأتوهن. اینجا نون مشدد غنه میشه. من حیث من حیث بعد از نون ساکن ها آمده. ها از حروف اظهار هست، اظهار میکنین. من حیث امرکم الله امرکم الله. را در اینجا پر خوانده میشه. امرکم الله. لام هم در اینجا پر میشه. امرکم الله. اینجا را حتی یطهرن صلا به معنای این که اینجا وصل بهتره. فاذا تطهرن فاذا تطهرن فأتوهن. اینجا نون مشدد غنه میشه. من حیث من حیث بعد از نون ساکن ها آمده. از حروف اظهار اظهار میکنین. امرکم الله کم الله. لام در اینجا پر خوانده میشه، تفخیم میشه. جیم هم به معنی اینکه اینجا وقف جایزه. اگر وقف کنین هم جایزه، وصل هم بکنین جایزه. ان الله ان الله. اینجا نون مشدده و غنه میشه. لام هم در اینجا پر خوانده میشه، لام جلاله، چون ما قبلش اینجا نون میبینیم که فتحه داره یا زبر داره. ان الله ان الله یحب یحب یحب. با لام در اینجا، با تا در اینجا وصل میشه. یحب التوابین التوابین. یحب التوابین یحب التوابین. ويحب 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 المتطهرين متطهرين متطهرين. باز هم تا این دو تا با هم دیگر متفاوته. تا از حروف استعلا نیست ولی تا از حروف استعلا هست، با هم دیگر مخارج آنها متفاوته. و یحب المتطهرین. این از آیت 222 سوره مبارکه بقره. می رویم به سراغ آیت 223 سوره مبارکه بقره. نساؤکم نساء مد متصل هست. نساؤکم حر را پر خوانده میشه. چرا؟ خودش ساکن، ما قبلش فتحه داره. حر ثون. اینجا ثا منون تنوین داره، بعدش لام آمده. لام از حروف ادغام هست، ادغام میکنیم. حرث لکم حرث لکم لکم. فأتو حر را باز هم پر خوانده میشه. حرثکم حرثکم. ان اینجا نون مشدد غنه میشه. ان شئتم اینجا همزه از اخیر حلق ادا میشه. شئتم تارهای صوتی کاملا بند میشه، قفل میشه. شئتم صلا هم به معنای اینکه اینجا وصل کنید بهتر است. وقدموا لأنفسكم. اینجا نون بعد از نون ساکن فا آمده. فا از حروف اخفا میکنیم. لأنفسكم. جیم هم علامت وقف جایزه، وقف بکنید جایزه، وصل هم بکنید جایزه. واتقوا الله واتقوا الله. لام جلاله پر خوانده میشه. واعلموا
اینجا مد منفصل هست به اندازه 3 حرکت سه الف آن را طولانی میکنیم. واعلموا انکم اینجا میم ساکنه، بعد از میم ساکن میم متحرک آمده، بنابراین میم را در میم ادغام میکنیم. انکم ملاقوه قلاب معنی این که اینجا وقف کنید بهتره. ملاقوه این هم از وقفش. و بشر المؤمنین و بشر المؤمنین را در اینجا باریک خوانده میشه. و بشر المؤمنین این هم از آیه 223. میرویم به سراغ آیه اخیر. ولا تج جیم در اینجا قلقله میشه. ولا تجعلوا الله لام هم پر خوانده میشه. عرضة را پر خوانده میشه. عرضة اینجا بعد از تنوین لام آمده. لام از حروف ادغام هست، از حروف یرملون ادغام میکنیم. عرضة لأيمانكم عرضة لأيمانكم أن تبروا اینجا بعد از نون ساکن تا آمده، تا از حروف اخفا هست، اخفا میشه. ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس نون در اینجا مشدده، اینجا غنه میشه. بین الناس جیم هم علامت وقف جایزه، میتونین وقف کنین و میتونین وصل کنین. والله لام جلاله پر میشه. سمیع عن اینجا عین تنوین داره، منونه. بعد از تنوین هم عین دیگر آمده، عین از حروف اظهار میشه. سمیع علیم این هم از آیت 224 سوره مبارکه بقره. بینندگان عزیز و گرامی، اجازه بدین که با هم دیگر میان برنامه را ببینین. این آیات از 220 سوره مبارکه بقره تا آیت 224 با هم دیگر تلاوت کردین. اجازه بدین که این آیات را با هم دیگر بشنویم و در ضمن یک کلیپ دیگری از یا ویدیوی دیگری از عزیزانی که برای ما فرستادن، از اطفال گرامی و گرامیان و نورهای چشم ما، از اونها هم انشاءالله خواهیم دید و بعد از آن به خدمت شما باز هم خواهیم بود و صدای گرم شما را خواهیم شنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تذليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم خير فما يكذبك بعد بالدين أليس الله الكاذبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان والشمس والقمر بحسبان والنجم الشجر يسجدان والسماء رفعها فوضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. بسم الله الرحمن الرحيم. ما لا بين أحمديا السخن. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. دوست دارم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم
ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی و علاقمندان برنامه روحانی قرآن عظیم الشان. امید است در هر جایی که هستید در پناه حضرت ایزد متعال سبحانه و تعالی قرار داشته باشید. بینندگان عزیز، ما امروز درسی از تجوید خواندیم و مخارجی که ارتباط به لبها میگیرید آنها را به خدمت شما توضیح دادیم و همچنین آیاتی از سوره مبارکه بقره از آیت 220 تا آیت 224 با هم دیگر تلاوت کردیم و تکرار نمودیم و خواندیم و همچنین جای دارد که تشکری بکنم از عزیزانی که این ویدیوها را فرستاده بودند و ماشاءالله تلاوت‌های بسیار زیبا و ماشاءالله الله سبحانه و تعالی با عمرشان برکت بده. به هر صورت ان شاء الله از این به بعد صداهای گرم شما را بینندگان عزیز و گرامی را خواهیم شنید و شماره‌ای که زیرنویس هست میتونید شما با این شماره با ما در تماس بشین و آیاتی که تلاوت شد را تلاوت بکنین. و بنده خواهشم از تمام عزیزانی که تماس میگیرن این است که در مرحله اول و در اولویت درس امروز را قرار بدهند. آیاتی که امروز خواندیم از آیت 220 تا 224 سوره مبارکه بقره این آیات را تلاوت کنند که دیگر بیننده ها هم استفاده بکنند. اگرچه این آیات را یاد هم دارید بخوانید تا دیگر بینندگان عزیز و گرامی ما هم نیز از شما استفاده بکنند. جزاکم الله خیر. اولین تماس را با هم دیگر میشنویم. سلام علیکم و رحمت الله. بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم و محمد هستم جدید زنگ زد. بله محمد جان، میخوای تلاوت بکنی؟ بله. خیلی خوب. امین آیاتی که امروز خوانده شد اینها را تلاوت میکنی؟ بله. بخوان، میشنوی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليمامة قل إصلاح لهم خير إن یک بار تخالطوهم. محمد جان ويسألونك، یک بار دیگه تکرار کن. ويسألونك عن اليمامة عن اليتامى عن اليتامى عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركات ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير محمد جان، تشکر از تو و اجازه بدی که آیات جزاكم الله خير. تلاوت کنم. بسیار خوب بسیار خوب، میشنوین تلاوت کنه. علیکم السلام و رحمت الله. خوبی؟ بله، میخوای تلاوت کنی؟ احد الله الصمد آفرین آفرین آفرین. خیلی خوب. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. خیلی خوب خیلی خوب، بخوان میشنوی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما فلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظیم. آفرین ماشاءالله آفرین، جزاک الله خیر. آفرین، تشکر بر برنامه زیبا شما. تشکر، جزاک الله خیر. تشکر، ماشاءالله. خب تشکر میکنیم از این خواهر برادرات. تشکر، جزاکم الله خیر. تماس بعدی رو میشنویم. سلام علیکم و رحمت الله. بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. برادر عزیز بفرمایید. سلام علیکم آقا فاتی. علیکم السلام و رحمت الله. برادر گرامی بفرمایید. طالب هستم از تهران. ماشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا والعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتفكرون. جزاكم الله خیر. جزاكم الله خیر. تشکر از شما برادر گرامی. تشکر، جزاكم الله خیر. محمد حسین هم میخواد سوره نصر بخوانم. بسیار خوب، بسیار خوب. میشنوین، بفرمایید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. جزاكم الله خیر. آفرین، ماشاءالله ماشاءالله. تشکر از شما، جزاكم الله خیر. و بیننده بعدی را میشنویم. سلام علیکم. بیننده گرامی بفرمایید. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من محمد اقبال هستم از تاجیکستان. ماشاءالله ماشاءالله. میخوای تلاوت بکنین؟ بله میخوام تلاوت کنم. بسیار خوب. همین درس امروز رو تلاوت میکنین؟ نه، من سوره تبارک رو تلاوت میکنم. سوره ملک را بفرمایید، بخوانید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. صدق الله العظيم. جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خیر. برادر گرامی، فقط بعضی از نکات رو متوجه باشین. جایی که مد نداره کوشش کنین که اونجا مد ندین، یا اگر مد. جزاكم الله خیر. تشکر از شما.
بیننده بعدی. سلام علیکم و رحمت الله. بیننده گرامی بفرمایید. بیننده عزیز صدای تلویزیون رو ببندین. بله. سلام علیکم. بله السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بله السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. میشنوم بفرمایید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. جزاكم الله خیر. جزاكم الله خیر. میشه بگی چند ساله هستی؟ بله السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. برادر تو چند ساله بود که خواند؟ بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمین. چند ساله ای میشه؟ تشکر از برنامه‌تان. تشکر. میشه بگی چند ساله ای؟ نفهمیدم. میگم نه میشه بگی چند ساله ای؟ 8 ساله. 8 ساله. ماشاءالله ماشاءالله. جزاک الله خیر. آفرین ماشاءالله. تشکری میکنیم از شما بیننده عزیز. ماشاءالله واقعا تلاوت بسیار خوبی داشتی، یعنی به 8 ساله و ماشاءالله این تلاوت زیبا. آفرین. الله متعال حفظ کنه تو را. ماشاءالله. تماس بعدی را میشنویم. سلام علیکم و رحمت الله. بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. من جلال الدین هستم از منظور. بله میخوای تلاوت بکنی؟ میشنوی صدا مرداری؟ سلام. بله. اگر میشه صدای تلویزیون رو ببند. بسم الله الرحمن الرحیم قل یا ایها الکافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم. آفرین آفرین ماشاءالله ماشاءالله. آفرین جزاک الله خیر. آفرین. تشکر از تو ماشاءالله. جزاک الله خیر. تماس بعدی رو میشنویم. سلام علیکم. بیننده گرامی بفرمایید. الو سلام. خسته نباشید. سلامت باشین. تشکر از شما خواهر گرامی. بفرمایید. می‌خواستم درس امروز رو تلاوت کنم با تشکر از برنامه خوبتون. جزاکم الله خیر. تشکر از شما. اگر میشه خواهر گرامی از آیت 222 تلاوت بکنین. و یسألونک عن المحیض، چون برادران دیگر از آیات قبل تلاوت کردن. بفرمایید. چشم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و یسألونک عن المحیض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى
فإذا طهرن فأتوهن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا. متاسفانه تماس شما خواهر گرامی قطع شد. ماشاءالله تلاوت شما خیلی خوب بود. انشاءالله که هرچی بیشتر تمرین بکنین تلاوت شما بهترتر و بهترتر میشه، یعنی که زبان شما روتر میشه، قویتر میشه انشاءالله در تلفظ حروف و در تلاوت آیات. جزاکم الله خیر. تماس بعدی رو میشنویم. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم. خب تماس بعدی. سلام علیکم و رحمت الله بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله بیننده گرامی، بفرمایید. صدای تلویزیون هم ببندید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من کلاس تاجیکستان رفتم تلاوت کنم. ماشاءالله. میخواید کجا تلاوت بکنید؟ سوره نبأ. سوره نبأ. بسیار خوب، میشنوین، بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. جزاكم الله خیر. الله العلی العظیم. جزاكم الله خیر. تشکر از شما. ماشاءالله ماشاءالله زیبا بود. چند ساله هستین شما؟ برای ما دعا کنید. جزاكم الله خیر. تشکر. جزاكم الله خیر. خب بینندگان عزیز و گرامی، اجازه بدین که یک قسمت دیگر از ویدیوهای عزیزان ما و نورهای چشم ما که فرستادن انشاءالله اینها را با هم دیگر ببینید و چهره های مبارک و زیبای اینها را با هم دیگر مشاهده کنیم و صدایشان را هم با هم دیگر بشنویم و بعد از آن انشاءالله باز هم در خدمت شما خواهم بود. السلام عليكم وبركاته. عمرهم الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. تشكر از برنامه صالحة.
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برای مثالی حق میخونم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات الأولى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. صدق الله العظيم. رحمت الله و برکاته. اسم من نزیله است از افغانستان هستم. میخوایم سوره قل والله را بخوانم. با ترجمه تلاوت کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل والله احد. بگو خدای یکتا است. الله صمد. خدای بی نیاز است. لم یلد و لم یولد. نه زاده است و نه زاده شده است و لم یکن له کفوا احد و برای هیچ کس سیال نیست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. نارين أحمدي الساقط. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. دوس دار مساء الحق. السلام عليكم. مجلس الصوت أي صلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تشکر از برنامه خوبتان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. خدمت شما بینندگان عزیز تماس بعدی را میشنویم. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر گرامی، فکر میکنم آقای محمد خالد جان باشین، درسته؟ زنده باشی. بله کاملا درست است. جزاکم الله خیر. بفرمایید، میخواید تلاوت بکنید؟ استاد میخواستم سوره علق بخوانم. بسیار خوب، بخوانید، بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينتهي لنصفعا بالناصية. لئن لم ينتهي كلا لئن لم ينتهي لنصفعا بالناصية. خالد جان عزیز، لئن لم ينتهي لئن لم ينتهي لا لئن لم ينتهي لئن لم ينتهي لنصفعا بالناصية. درسته. ناصعة كاذبة خاطئة فليدعو النادية. فليدعو نادية. بله. سندعو زبانية. كلا لتطع واسجد واقترب. جزاكم الله خیر. تشکر از شما. الله العظیم. تشکر از شما. جزاكم الله خیر. استاد محترم چیز بچه‌های ما میخواست بخوانم. بسیار خوب، بسیار خوب. و در ضمن برای بینندگان عزیز گرامی هم بگم که این آیت اخیر آیت سجده بود، مواظب باشید. درست است. بله سلام علیکم، عمر هستم. علیکم السلام. عمر جان، میخوای تلاوت بکنی؟ بله. خیلی خوب، بخوان، میشنوی. میخواستم سوره القارعه را بخوانم. خیلی خوب، میشنوین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. القارعه ما القارعه وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه حاوية وما أدراك ما هي نار حامية.
جزاک الله خیر، جزاک الله خیر. آفرین، ماشاءالله عمر جان، آفرین. خواهرم میخوای بخونه؟ بسیار خوب، باشه بخونه. بله. سلام علیکم. سلام علیکم، زهره هستم. علیکم السلام، ماشاءالله. میخوای تلاوت بکنی؟ میخوایم سوره والتین بخونم. بخوان میشنوی. بسم الله الرحمن الرحیم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. جزاكم الله خیر، جزاک الله خیر. چند ساله زهره؟ نو. ماشاءالله ماشاءالله، خیلی زیبا بود، آفرین، ماشاءالله. تشکر. خداحافظ. جزاک الله خیر، تشکر. و تشکری میکنیم از برادر گرامی آقا خالد عزیز و فرزندانشان. الله متعال اینها رو برای شما همیشه داشته باشه و انشاءالله در حفظ و امان خود نگه داره. تماس بعدی. سلام علیکم، بیننده گرامی، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر برادر عزیز، بفرمایید. میخواین تلاوت بکنین؟ بله، محمد هستم از کشور قزاقستان. ماشاءالله ماشاءالله. آقا محمد عزیز، اگر امکانش هست آیاتی که امروز ما تلاوت کردین همینا رو تلاوت بکنین. استاد عزیز، من حالا از نماز خفتن آمدم، از نماز عشاء، اما که قبلی برنامه شما رو ندیدم و میخواهم که سوره ضحی را برای شما تلاوت کنم. خیر باشه، بخوانید، بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. جزاكم الله خیر، جزاكم الله خیر. تشکر از شما آقا محمد عزیز، تشکر. جزاكم الله خیر. خیلی شادم از برنامه خوب شما. جزاكم الله خیر. با این کلمه مثال حق و من برای الله شده هم شما را انشالله که دوست ندارم، شما استاد انصاری هم شما برای خاطر الله شده دوست ندارم. جزاكم الله خیر، تشکر. الله متعال شما رو دوست داشته باشه. تشکر از شما. آمین آمین. صحت ما دعا کنید استاد عزیز. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جزاكم الله خیر، تشکر از شما برادر گرامی. بیننده بعدی رو میشنویم. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. بیننده عزیز بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. سلام. علیکم السلام و رحمت الله. میخوام سوره بقره بخونم. بسیار خوب، بخوانید، بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بفرمایید. صفحه اولش. خیلی خوب، بفرمایید، میشنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم ذلک الکتاب
بفرمایید. بیننده عزیز میشنوید. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. جزاكم الله خیر. تشکر از شما. جزاكم الله خیر. تشکر. ماشاءالله. تشکر از شما. خب بیننده بعدی رو میشنویم. سلام علیکم بیننده عزیز بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر عزیز بفرمایید. قربان مدثر قریشی بچه من میخواد که تلاوت کنم. این گوشی رو برازو میتونم شما این از صداش بشنوید. بسیار خوب باشه. سلام علیکم. علیکم السلام. میشه بگی اسم تو چیه؟ بله. بله میشنوی؟ بخوان. مشتاق. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آفرین آفرین ماشاءالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس وإله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آفرین آفرین. جزاک الله خیر. جزاک الله خیر. مبشر قریشی طه. آفرین ماشاءالله ماشاءالله مبشر جان. 4 ساله هستم. آفرین آفرین. الله تو رو حفظ کنه انشاءالله که با عمرت خدا برکت بده. تشکر. آفرین ماشاءالله ماشاءالله مبشر جان. آفرین. خب تماس بعدی رو میشنویم. السلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بیننده گرامی و برادر عزیز بفرمایید. میخوام برادر درس این روزا رو تلاوت کنم. بفرمایید از آیت 220 تلاوت بکنید. میشنوید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن
فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنما شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم صدق الله العظیم. جزاكم الله خیر. تشکر از شما برادر گرامی. ماشاءالله. برادر میشه که دخترم بخونه؟ بله مشکل نیست، بفرمایید. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. ماشاءالله ماشاءالله. میخوای تلاوت کنی؟ بخوان میشنم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. آمین. جزاک الله خیر. بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. تشکر. ماشاءالله. صدق الله العظیم. ماشاءالله ماشاءالله. تشکر. جزاک الله خیر. آفرین. ماشاءالله. تشکر. جزاکم الله خیر. تشکر. خب بینندگان عزیز و گرامی، اجازه بدین که آخرین قسمت را در این برنامه از عزیزانمان و از اطفال عزیز با هم دیگر بشنویم و بعدا ان شاء الله که باز هم در خدمت شما خواهم بود. من زمیره از 9 ساله از تاجیکستان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ویل لکل همزة لمزة الذی جمع مالا وعدده یحسب ان ماله اخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحیم. اسم من عرفاندار از افغانستان هستم. میخوام سوره آیت الکرسی شریف خواب کنم. از افغانستان هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل
ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. أزيران الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين آمين. من اسمو هستم از تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم. نعم مراسم أفسرستم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. با عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز. یکی دو تماس دیگه ان شاء الله با هم دیگر میشنویم. سلام علیکم و رحمت الله. بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم. خسته نباشید. سلامت باشین. تشکر از شما خواهر گرامی. بفرمایید. عایشه هستم از ایران. بله بفرمایید خواهر گرامی. میشنوید. تلاوت میکنید؟ خواستم سوره رحمان رو بخونم. خیلی خوب بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام
فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان جزاكم الله خیر. الله العظیم. جزاكم الله خیر. تشکر از شما خواهر گرامی. تشکر. ماشاءالله. تشکر. جزاک الله خیر. خدا نگهدار. سلامت باشین. تشکر. یک تماس کوتاه دیگه هم میشنویم با هم دیگر. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. تماس بعدی. سلام علیکم و رحمت الله بیننده عزیز، بفرمایید. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام. علیکم السلام. میخوام سوره خب سوره چی؟ مدثر را بخونم. خیلی خوب. مدثر. سوره مدثر. خیلی خوب، بخوان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في ناقور صدق الله العظیم. آفرین آفرین ماشاءالله. جزاک الله خیر. آفرین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. قطع شد متاسفانه تماس بیننده عزیز ما. جزاکم الله خیر. تشکر از شما و تشکری میکنم از تمام بینندگان عزیزی که تا حالا با ما در تماس شدن. لازم میبینم که در اینجا چند نکته را به خدمت بینندگان عزیز عرض کنم. اولا تشکری میکنم از تمام عزیزانی که ویدیوها را فرستادن و الحمدلله ماشاءالله بسیار زیبا بود. الله متعال به عمر همه عزیزان ما برکت بده و پدر و مادرایشان را الله سبحانه و تعالی همیشه ثابت قدم در راه دین داشته باشه. اما بینندگان عزیز اجازه بدین که یک نکته را عرض بکنم و آن این که بعضی از بینندگان عزیز اگر ویدیوهای را فرستادن و در این برنامه پخش نشد چند علت داشته. اول اینکه بعضی از ویدیوها به خصوص کسایی که سنایشان به هر حال 8 و 9 و 10 11 اینها هست، اگر تکرار بوده باشه به خاطر اینکه بعضی از ویدیوهای جدید بوده و فرصت نمی شده که اونها را پخش بکنین، به این علت پخش نشده. و بعضی از ویدیوها متاسفانه یعنی تلاوت خیلی خراب بوده، یعنی سن بزرگ و بعد تلاوت هم بسیار ضعیف. حالا اگر اطفال باشن تلاوتشان مشکل هم داشته باشه اشکال نداره، اما کسایی که سنشان بزرگه کوشش بکنن که تلاوت خیلی خوب تلاوت بکنن و زیبا تلاوت بکنن و حداقل حق تلاوت حداقل تا اندازه‌ای که میتونن ادا بکنن، چون اگر خیلی تلاوت خراب باشه ما معذرت میخوایم، نمیتونین که تلاوت بزرگانه، تلاوت کسایی که حالا سنشان از 8 و 9 اینها بالاتر هست پخش بکنید. و این هم علتی بوده که به هر حال بعضی از عزیزان ما و بعضی از بینندگان عزیز تلاوتشان پخش نشده. و باز هم عزیزانی که ویدیوهای را میفرستن کوشش بکنن که انشاءالله به کیفیت ویدیوها تلاش بیشتر بکنین،
کیفیت ویدیوها تلاش بیشتر بکنین و عزیزانی که تلاوت میکنن کوشش بکنین که تلاوتشان بهترتر باشه. یعنی نمیگم که همه خراب بود، الحمدلله ماشاءالله خیلی خوب بود، ولی بعضی از افرادی که تلاوت‌های اینها پخش نشده این مشکل متاسفانه داشته که باعث بر این شده که تلاوت ایشان در این برنامه پخش نشه. باز هم با آن هم از همه عزیزان تشکری میکنم و باز هم ان شاء الله در این هفته هم منتظر ویدیوهای بیشتر عزیزان هستیم که برای ما بفرستند تا چهره های مبارک اینها را ما و تمام بینندگان عزیز ببینند و این باعث تشویق دیگر عزیزان میشه و باعث تشویق خودشان میشه و این بسیار خوب هست. الله سبحانه و تعالی به همه جزای خیر بده و جای دارد از آقا احمد عزیز هم کارگردان گرامی هم تشکری بکنم که در آماده سازی این ویدیوها تلاش میکنن. الله سبحانه و تعالی به ایشان هم عمر با برکت عنایت بکنه و برای همه عزیزانی که تا حالا ما را تحمل کردند الله سبحانه و تعالی ما را همیشه با قرآن داشته باشد، با قرآن زنده نگه بدارد و با قرآن الله سبحانه و تعالی ما را بمیراند. تا برنامه بعدی همه شما را به الله پاک بی همتا میسپارم. الله سبحانه و تعالی یار و مددگار همه من و شما باشد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما را هم از دعای خود فراموش نکنید.